بسم الله الرحمن الرحیم. امروز داستان صحابی بزرگوار دیگری رو میخوایم با هم بخونیم با نام ابودردا. بله، ابودردا شخصیتی که عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه میگه این صحابی پیامبر که ابودردا دنیا رو از خودش دور میکنه، با کف دستان خودش دنیا رو دور میکنه، با سینه گشاده خودش دنیا رو از خودش دور میکنه. ببینیم این شخصیت صحابی زاهد پیامبر کی هست. بله، اسم ایشون اویمر هست. اویمر، حالا اینو فقط داشته باشیم کمی سخت. اویمر هست ابن مالک خزرجی که کنیه ایشون به نام ابودردا هست. ابودردا هر روز صبح از خواب بلند میشد، میرفت به طرف بتی که داشت. ایشون خب از مدینه بود، از تجار مدینه بود، شخصیت‌های مشهور مدینه بود. میرفت بت خودشو در یک جای خوبی تو خونه گذاشت. الان من واقعا میبینم این بت پرستان هر کدوم در خونه خودشون یک بت‌هایی رو قرار دادن و شما اصلا تعجب می‌کنی. حالا من دیگه نمی‌خوام اینو ذکر کنم، گویا که این همیشه در تاریخ این بت پرستی وجود داره. یک بت خاصی داشت برای خودش، در جای خوبی می‌ذاشت، این بهش عطر می‌زد، روغن می‌زد و بهترین عطرهایی که در مغازه خودش داشت به این میزش، پارچه‌های گران قیمتی رو این مینداخت و بعد از اینکه میرفت سراغ بتش، خورشید بالا می اومد دیگه میرفت به طرف اون تجارت خودش. صبح به صبح میرفت پیش بتش و واسطه قرار میداد بتش، فلانی تو نزد خدا آبرو داری، تو فلان هستی، تو چه هستی، عطر بهش میزد، با پارچه قشنگ مینداخت و براش سجده میکرد، نذر میداد، قربانی کاری که بلدن بت پرستان میکنن دیگه، یا فلان یا بت یا فلان امثال اینجور چیزا. بعد که به اصطلاح خودشو تخلیه میکرد، عبادت میکرد، یحسبون انهم یحسنون صنعا، فکر میکنن کار خوب انجام میدن. در هر صورت هوا هم که دیگه روشن میشد، ایشون میومد بیرون و عبادت خودش هم پیش این بت انجام داده بود و واسطه گری و حالا میرفت سر کار خودش. در اون روزها در مدینه دیگه خبر شده بود که بله، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم پیروانش داشتن می اومدن میرفتن و دیگه ابودردا خیلی دیر ایمان آورده بود، چون میدونی پیامبر خدا تعدادی از اوس و خزرج ایمان آورده بودن. بعد پیامبر اومد هجرت کرد، حالا جنگ بدر بود، خبرها در کوچه های مدینه میپخش شده بود که پیروزی مسلمانان و رفت آمدهایی بود که تعدادی از اسرای قریش در اونجا وجود داشتند و این خبرها همینجوری گوش به گوش میچرخید. و از همه مهمتر یک دوستی ایشون داشت به نام عبدالله بن رواحه. حالا ما در این مورد صحبت خواهیم که عبدالله بن رواحه معروف به شاعر پیامبر هم هست. شعر معروفی داره، نفس لم تقتلی تموتی، که ایشون در جنگ ها و جهاد میگه نفس جان اگر نمیری، خودتو به کشتن ندی میمیری، یعنی نترس از مرگ. و خب این عبدالله بن رواحه رابطه خیلی خوبی با این ابودردا داشت. ابودردا وقتی دید که مسلمان ها دارن از اون جنگ پیروزمندانه میاند و فلان و غنیمت گرفتن فلان، زود رفت سوال کرد که آیا از عبدالله بن رواحه خبر دارید؟ خب بین ایشون عبدالله بن رواحه یک رابطه محبت برادرانه وجود داشت از قدیم و خب از زمان جاهلیت اینها این رابطه برادری بینشون بود. عبدالله بن رواحه مسلمان شده بود اما ابودردا مسلمان نشده بود و خب اینا خبر دادن بله عبدالله بن رواحه سالم هست الحمدلله این گونه. بعد از این عبدالله بن رواحه میرفت پیش این ابودردا، این دعوت به اسلام میکرد فلان، این سر باز میزد و نمیخواست بپذیره. بالاخره از عمرش هم مقداری گذشته بود، آدمی هم که یک عمر با شرک و خرافات بالاخره زندگی کرده، براش خیلی سخته که بخواد اونها رو ترک بکنه. تا اینکه یه روزی ابودردا وقتی رفت توی محل تجارت خودش یا اون تو بازرگانی خودش یا شرکتی که داشت به اصطلاح امروز، رفته بود رو اون صندلی خودش نشسته بود، تجارت داشت میکرد و مشغول بود و خب شاگردانش دستور میداد این کارو بکنید این کارو بکنید، نمیدونست داخل خونش چه اتفاقی داره میفته. از اون ور عبدالله بن رواحه رفت به خونه ابودردا، یک نقشه‌ای داشت، در زد دم در، همسرش گفت چی و فلان و گفت من عبدالله هستم میخوام بیام خونتون. همسرش گفت خیلی خوش آمدی بیا فلان و اینم سلام کرد، گفت به زن ابودردا سلام بر تو ای کنیز الله، خوب داشته باشید این زمینه های ذهنی و ایمان رو. و اون گفت علیکم السلام برادر ابودردا و بالاخره گفت ابودردا کجاست؟ که ابودردا رفت بالاخره تو بازار و تو مغازه خودش هست و الان که برگرده زیاد دور نیست. گفت اجازه میدید من اینجا باشم؟ گفت بله اشکال نداره، خوش اومدی، خونه خودت هست. و اینم اومد وارد خونه شد، رفت به همون اتاقی که درش اون بته وجود داشت. به هر طریقی بود
زن ابودردام رفت پیش خودش و بچه‌هاش دیگه، گفت این رفت دیگه بالاخره اتاق پذیرایی و اونم بتخونه هم همونجا بود، جایی بتشو داشت، رفت وارد اون جریان شد و هر کاری تونست با این بت ابودردا انجام داد، بت رو خورد و خمیرش کرد و تیکه تیکه کرد و شعری را هم میخوند که الا کل ما یدعا مع الله باطل، هر چیزی که به همراه الله شما تو دعاهاتون میخونید باطله، هر کسی یا هر چیزی میخواد باشه، الا کل ما یدعا مع الله باطل، هر کسی یا هر چیزی که شما به همراه الله در دعاهاتون میخونید شریک قرار میدارید باطل هست. و این بت شکست و خونه رو ترک کرد رفت. درداء اومد دید وا ویلا بت شکسته و اصلا شوکه شد، جیغی کشید و خب چیکار بکنه، هیچ کاری من دستش بر نمی اومد. دید این بت تکه و خورد روی زمین ریخته و به صورت خودش میزد وای عبدالله ابن رواحه، یا ابن رواحه منو بدبخت کردی، منو هلاک کردی، من نمیدونم چیکار کنم. زیاد طول نکشید ابودرداء وارد خونه شد، اومد دید زنش نشسته کنار در اتاق و بتش هم خورد و خمیر، زنه و ناله و فریاد میکنه و به صورت خودش میزنه طبق همون قوانین جاهلی. گفت داستان چیه؟ گفت میبینی که عبدالله بن رواحه برادرت اومده و بالاخره این بت خورد و خمیر کرده و چیکار کرده، منم نمیدونم چیکار بکنم. ابودرداء یه نگاه کردید این بت خورد شده، داغون شده. اول عصبانی شد، تصمیم گرفت هر طور شده از عبدالله بن رواحه انتقام بگیره، اما یه دفعه خشمش پایین اومد، آرام شد، با خودش فکر کرد گفت اگر این بت که من دارم سالیان سال پرستشش میکنم، واسطه میکنم با خدا، با الله و میگم فلان و فلان، این همه نذر و نیازش کردم، این اگر به درد میخورد و ارزشی داشت از خودش دفاع میکرد و دیگه فایده نداره دیگه، پس این بت فایده نداره. رفت پیش عبدالله بن رواحه خودش رو رسوند و گفت من پشیمانم از این اشتباهاتی که انجام دادم، من ببر پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم، میخوام مسلمان بشم. در واقع جز آخرین افرادی هست از این قبیله خزرج که عبدالله بن ابودرداء مسلمان میشه. اینا رفتن با هم دیگه پیش پیامبر و مسلمان شد. از همون لحظه اولی که ابودرداء مسلمان شد گویا که ذره ذره وجودش با این اسلام عجین شده بود و شکل می‌گرفت و همش پشیمون بود که چه فرصت‌هایی رو از دست داده در این سال‌های عمرش و همش تلاش می‌کرد بیشتر یاد بگیره، بیشتر بفهمه، کتاب خدا رو بیشتر مطالعه بکنه، در عبادت و تقوا بیشتر برای خودش ذخیره جمع بکنه و همه تلاشش رو بر این گذاشته بود و تمام سعی می‌کرد که روزها تلاش بکنه، بیشتر یاد بگیره، روزه می‌گرفت، علم یاد می‌گرفت، شب‌ها رو عبادت می‌کرد تا بتونه جبران اون مافاتی رو بکنه که تا از دست داده و اصلا چنان رو به عبادت آورده بود، اصلا همه چیز خودش رو قطع کرده بود، مثل یک تشنه‌ای که خودش رو به یک برکه آب میزنه. آیات الهی رو میخوند، حفظ میکرد، اصلا لحظه ای رو فراموش نمیکرد، تعمق میکرد در آیات الهی. یه روز با خودش نگاه کرد بابا این تجارتی که داره این انجام میده مانع از این هست که این بتونه اون حقیقتی که میخواد برسه. خیلی براش سخت بود که چیکار باید بکنه. داشت تجارت میکرد، این از اون ور این عبادت میخواست بکنه، یک کمی دچار وسوسه شده بود. هر شخصی خب بالاخره یک عادتی، یک اخلاقی داره. بلافاصله با خودش گفت نگاه کن من اینجوری نمیشه، یا من باید تجارت کنم یا برم در مجالس علم و دعوت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بشینم. بعد یکی ازش سوال کرد که خب تو در زمان چی شد که تو تاجر بودی که زمان پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم همه چی رو ول کردی، این چی شد به طرف عبادت؟ گفت من با خودم فکر کردم یا باید من تجارت کنم یا عبادت کنم. من تا آدمی بودم که نمیدونستم تو کار با هم انجام بدم و با خودم گفتم که من تجارت رو ترک میکنم و رو به عبادت و آموزش دین میکنم و از اون لحظه به بعد میگه این تجارت رو رها کرد و گفت من حتی اگه مغازم در مسجد باشه و روزی 300 درهم یا دینار طلا باشه بخوام من سود ببرم، حاضر نیستم تجارت بکنم و فرصت نماز جماعت رو از دست بدم. از اون لحظه به بعد دیگه این بر خودش این گونه تجارت کارها رو منع کرد و دوست دارم جز کسانی باشم که خدا میگه لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، تجارت و معامله اونها رو از یاد خدا دور نمیکنه. من گفتم هر کسی با یک اخلاقی، ما داریم حضرت عثمان، عبدالرحمن ابن عوف، حضرت ابوبکر و سایر صحابه خب تجارت هم میکردن، ولی خب ایشون به خاطر فرصت هایی رو که از دست داده بود و اون انگیزه درونی که داشت گفت من دیگه نمیتونم دو کار رو با هم همزمان انجام بدم. اینکه چسبید به بالاخره دین خدا و اون چیزی که از دنیا بود رها کرد
دنیا و زینت‌های دنیا رو، گنجینه‌های دنیا رو، ظواهر دنیا رو رها کرد، به لقمه نانی ساده اکتفا کرد و لباسی ساده که فقط این بدن خودش رو بپوشونه. و جالب بود که در شب‌های سرد ایشون عبادت میکرد با یک لباس خیلی ساده و از داشتن یک غذای گرم و مرفه خودش رو محروم کرده بود و اصلا تعجب میکنه انسان وقتی حالات اونها رو میبینه و این شرایطی که متوجه میشه. من الان مواردی رو میگم شما شاید شوکه بشید. میگن یک شب یک گروهی اومدن به خونش، هوا هم خیلی سرد بود، برای اونها یک غذای گرم آورده بود. غذاتان تونست بالاخره براشون تهیه بکنه، اما دیگه لحاف و دوشک چیزی براشون نداشت که اینا بتونن بخوابن. بعد یکی با هم صحبت میکردن، پیش میکردن چه اتفاقی افتاده. یکی به یکی گفت من نمیتونم، داستان چیه؟ رفت دید که ببینه خب این چرا براش چیزی براشون نیاوردن که اینا بخوابن. رفت دید بابا ابودردا و همسرش اینجا خودشون خوابیدند و یک لباس خیلی ساده ای دارن و چیزی هم ندارن که روی خودشون بندازن از اون سرما در امان باشن. میدونید در زمستان مدینه هوا سرد هست. بعد اون مرد گفت که ابودردا ما چجوری میبینیم تو رو در این وضعیت داری شب رو میگذرونی و ما اینجوری، برای ما خیلی سخته. کجاست کالای تو، کجاست زندگی تو؟ گفت نگاه کنید، خونه و من و زندگی من، هر آنچه که دارم اگر خداوند بخواد در دار آخرتی هست که انشالله ما رو به اونجا برانگیخته میکنه و امید من هست که به این که ما در اون دنیا بتونیم اونجوری بریم و سبکبار از این دنیا بریم. و این تمام این زندگی و تجارت در راه خدا داده بود و تونسته بود این گونه صادقانه و ساده و زاهدانه زندگی بکنه. داستان رو داشته باشید، نکته خیلی جالبی در داستان ابودردا هست در دوران خلافت حضرت عمر رضی الله عنه، که عمری که خودش در رأس زاهدان و زهاد امت هست با دیدن ابودردا شوکه میشه. در جلسه بعد با ما همراه باشید تا داستان ملاقات ابودردا رو در دوران خلافت عمر با هم بشنویم. تا جلسه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدارتون باشه.